امروز اومدیم با آموزش ساخت موزیک پلیر آنلاین در اسکچور. خب این حالا دو نوعه که ما یه نوع اولش رو میگیم و نوع دومیش هم که حالا یه خورده بروزتر و شیکترش هم تو ویدیوهای بعدی میگیم. ما برای این کار به 2 تا برنامه نیاز داریم که یه دونه این برنامه که می‌بینید دونه اسکچوره که اونو لینکاشون رو داخل کانال میذارم و سایت گیت هاب که ثبت نامش رو قبلا آموزش دادیم. خب اول از همه ما باید یه سری سرورهایی بسازیم که از طریق اون بتونیم موزیک های آنلاین رو داخل برنامه بذاریم که پخش بشه. خب با یه سری کدهای آماده کنیم که اینجا از طریق این برنامه انجام میدیم. حالا از طریق این برنامه ما با یه سری کدهایی بسازیم که دستوراتی بدیم. روی به علاوه کلیک میکنیم، روی کریت میزنیم، یه دونه آرای اضافه میکنیم و دوباره روی 3 خطه آبجکت. اینجا ما به 3 تا ولیو نیاز داریم که حالا یکیش مثلا نیمه، یه دونه تصویره، یه دونه اون لینک اون موزیکی که میخوایم پخش بشه. خب حالا ما میریم توی گوگل تا یه موسیقی سرچ کنیم و از طریق اون بتونیم اسم و عکس و اون لینک آهنگر رو بذاریم. خب حالا ما وارد گوگل شدیم، یه آهنگ رو سرچ کردیم. این قسمت که اسمشو نوشته اینو ما باید برداریم. خودتون هم میتونید بنویسید، حالا ما برای اینکه کاری کنیم. خب وقتی که وارد برنامه شدیم توی قسمت نیم روی ادیت میزنیم، میایم این پایین اون متنی که نوشتیم حالا انجام میدیم. اینجا مثلا اینجوری بنویسیم. خب برای تصویرش هم اون تصویری که هست رو روش نگر میداریم، روی پیشنمایش تصویر میزنیم، قسمتی که کلیک کردیم میزنید، بعد لینک رو کپی میکنید. خب حالا اون لینکی که کپی کردیم میایم این قسمت ایمیج این پایین وارد میکنیم که رو بیاریم این قسمت، میایم اون قسمتی که نوشته دانلود روی اون نگر میداریم، روی کپی نشانی پیوند میذاریم، نوشتار اون نوشتار خود صفحه رو کپی میکنه، این نشانی اون لینک رو برای ما کپی میکنه. خب حالا اون لینک هم که کپی کردیم روی این قسمت میایم دوباره همون ادیت این پایین اینجا هم که پیست میکنیم. خب بعد از اینکه اینا رو انجام دادیم گوشه سمت چپ اون 3 نقطه رو میزنیم، کپی تو کلیپبورد رو میزنیم، تایید. حالا باید بریم وارد سایت گیت هاب بشیم. خب حالا وارد سایت گیت هاب میشیم. طریقه ثبت نام که چطوری فایل هم بسازیم و دو ویدیو قبلی گفتم، اگه ندید برید ببینید. میایم روی این قسمت کلیک میکنیم، روی کریت نیو فایل میزنیم. اینجا باید یه اسم انتخاب کنیم، ما رو میذاریم اسمشو موزیک. البته اینجا باید میذاریم موزیک. خب حالا اینجا اون کدهایی که قبلا کپی کردیم از طریق اون برنامه رو اینجا پیست میکنیم. خب بعد روی قسمت کلیک میکنیم، خب الان سرور موزیک ما ساخته شد، روش کلیک میکنیم، روی این قسمت ویو خب حالا لینک سرور اونو کپی میکنیم. حالا باید دوباره وارد اسکچور بشیم و ادامه آموزش رو اونجا انجام بدیم. خب حالا وارد اسکچور شدیم. این آموزش چون این برنامه برای آموزشی ما لازم رو گرافیکش کار نمیکنه، شما میتونید حالا خیلی قشنگتر و زیباترش بکنید. میدونیم لاینر قرار میدیم، یه دونه لیست ویو
این زیاد کار گرافیکی زیاد مهم نیست، اما خب اون چیزای لازم ما به شما میگیم، شما انجام میدید. فقط یه چیزی که تو این قسمت میخوام بگم، اگه مثلا میخواید دو تا عنصر یا کاراکتر روی صفحه باشه، اما مثلا وقتی خب اینو بزنید دیگه میبینید اون صفحه‌ای که ما زیر این ساختیم دیگه نمیاد، قابل نشون دادن نیستش. برای این کار میریم تو قسمت وزن اینو یکش میکنیم، میبینید نشون میده دیگه. توی این قسمت هم ما این حالت افقیش میکنیم که بتونیم برنامه رو بذاریم. یه دونه حالت لاینر بذاریم، یه لاینر دیگه هم بذاریم. اینم برای اینکه الان اینو ببینید اگه روی این بذاریم اون تکستیو کلا میره. برای اینکه اتفاق نیفته میایم تو قسمت وزن اینم یک قرار میدیم که کلا همه عنصرها بتونه نمایش داده بشه. میبینید دیگه نرفتش. این زیرم حالا باید دکمه های پلیو بذاریم، برای از ایمیج ویو استفاده میکنیم. یه دونه آب جلو هم میذاریم براش، اینا رو میاریم وسط. این اندازه تصاویرم روی 50 میذاریم، میگذاشیم. چون اگه 50 نذارید توی ابعاد گوشه مختلف، حالا تبلت و اینا تصویر بد نشون داده میشه، کوچیک بزرگ میشه. البته اینم اگه بذارید باز کوچیک بزرگ میشه. الان میگم چیکار کنید که کلا تو هر صفحه نمایشه هر اندازه‌ای بتونه یه دست نشون میده. میایم توی این قسمت این گزینه رو میزنیم روی همه صفحه نمایش رو دیگه درست نشون میده. خب حالا اینا رو زیاد چیزی نی ولی باز میذاریم. کارهای گرافیکی فعلا چیز خاصی نداره. اینا میتونیم صفرش کنیم قشنگتر بشه، فضای کمتری بگیریم. خب تقریبا کار ساختیم. حالا باید این عکس‌ها رو بیاریم که میایم این قسمت توی قسمت تصاویر میزنیم. خود اسکچ بر یه سری عکس‌ها رو داره که دیگه نیاز نیستش ما بریم تو گوگل و اینجور چیزا پیدا کنیم. میایم دکمه پلی رو اگه پیدا کنیم خیلی خوب میشه. خب این دکمه پلی رو حالت ذخیره میزنیم دیگه. یه دکمه دیگه هم مکس همون پیس خودمون پیدا بشه زیاده یکم. آها خب این جلو عقبش هم بذاریم، دکمه برای جلو عقب. اینم خوبه، همینو میذاریم. باز شما میتونید بگردید و اگر مثلا این عکس هم براتون خوب نبود برید تو گوگل سرچ کنید پیدا میکنید. چون ما دیگه برای آموزشه همین اینا اکتفا. خب اینو میایم تو قسمت تصویر به این قرار میدیم، اینم روی اینم روی این. خب الان تقریبا یه کار گرافیکیمون تمامه. فقط برای اینکه بتونیم اون آهنگایی که اضافه میکنیم و توی صفحه لیست ویومون نشون بده باید روی این قسمت پایین روی مین کلیک کنیم، بیایم تو نمای سفارشی روی این به علاوه یه صفحه بسازیم برای لیست ویو. هر اسمی میتونه بشه، فرق نمیکنه. حالا مثلا یه چی میذاریم 4 تا جی، زیاد مهم نیست. اینجا میایم که مثلا ما ترتیب اینجوری شیم که لیست ویو سری
آهنگا رو به صورت افقی اسم و عکس و همین دوتا نشون بده. دوباره میایم اینجا یه ایمیج ویو باید بذاریم، اینو رو حالت افقی میذاریم. اینجا یه خورده تصویر اندازه‌شو بزرگتر میکنیم، 60 مثلا خوبه. اینم 60 بذاریم برای اینکه تو همه اندازه صفحه های نمایشگرم بره. این گزینه رو فعال میکنیم. دیدید اینجا هم نشون دادش. یه تکسی هم میذاریم که اسم آهنگو بگه. حالا اگه شما باز چیزای دیگه هم خواستید میتونید اینو باید رو حالت افقی بذاریم. بیاد این ور اندازه تکسی رو هم یه خورده زیاد میکنیم، پر رنگ خوبه الان دیگه تقریبا. خب اینم پس زمینش هم سفید کنیم. خب حالا برمیگردیم توی قسمت نمایش. میایم اینجا روی لیست ویو کلیک میکنیم. این قسمت اون صفحه‌ای که برای لیست ویو انجام دادیم رو اضافه میکنیم. حالا اینجا انتخاب کردیم. حالا باید بریم سراغ کد نویسیشو. اینا خب اول از همه میایم توی قسمت رویداد آن کریت کلیک میکنیم. تو قسمت جزء میایم یا باید یه دونه بسازیم. خب حالا اون لینکی که کپی کرده بودیم از گیت هاب رو باید بیایم اینجا وارد کنیم. این متدم روی گت میذاریم که دریافت کنه اطلاعات رو. پست هم هست که ادامه میگم. البته برای موزیک پلیر نیست ولی خب تو آموزش‌های بعدی میگم که چه استفاده میشه ازش کرد. بیشتر برای ارسال دیتا و ایناست. حالا اون لینکی که از گیت هاب کپی کردیم و اینجا پیست میکنیم. خب این از این میایم این قسمت میگه که اینترنت اگه روشن باشه میاره. این قسمت که آن اروره میگه اینترنت روشن نباشه. خب ما اینترنت روشن باشه کار داریم. میایم توی این قسمت لیست میایم توی اد لیست میزنیم. یه دونه لیست مپ باید ایجاد کنیم. راست میشه ما همون مپ میذاریم. خب حالا میایم تو قسمت اپراتور یه لیست مپ میذاریم که اون کد هایی که ما توی سرور گذاشتیم رو دریافت کنه. روی نمایش میزنیم. اینجا حالا اونا رو توی لیست ویو بداره نمایش بده. خب این هم از این. حالا میایم توی قسمت لیست ویو رو رویداد میزنیم. این گزینه آخر رو واردش میشیم. اینجا همون صفحه‌ای که برای لیست ویو ساختیم باید بگیم که مثلا اون تصویر و متن و اون لینک و متنایی که توی گیت هاب گذاشتیم اینجا بتونه دریافت کنه. الان نشون میدم بهتون چجوریه. روی قسمت نمایش میزنیم. اینجا تمام اون عناصر و اون متغیرهایی که برای صفحه لیست ویو ساختیم فقط اونا رو نشون میده. یعنی اون صفحه اصلی که برنامه میاره نشون نمیده. اون گزینه‌هایی میاره که ما لیست ویو گذاشتیم. خب اینجا باید یه دونه اول مال تکست ویو مال متن رو بذاریم. دیگه یه دونه تصویر داشتیم. یه دونه این که وقتی روی اون آهنگ کلیک کرد که روی اون لینر میذاریم. میریم تو قسمت لیست. این بلوک رو اضافه میکنیم. اینو میذاریم برای اینو میذاریم برای اینم برای اینم برای این. خب اونجا یه دونه نیم و ایمیج و لینک گذاشته بودیم. اونا برای اینجا استفاده میشه. نیم خب همون اسم آهنگه بودش که اینجا وارد میکنیم. همون چیزی که توی اون برنامه وارد کردیم و وارد گیت هاب کردیم اینجا هم باید همون اسما رو بذاریم. اگه نذاریم خب ارور میده، برنامه میپره بیرون. اینجا اون ایمیج رو میذاریم. خب حالا میگیم وقتی روش کلیک کرد چه اتفاقی بیفته. اینجا رو قسمت جزء دوباره میایم. حالا باید یه موزیک پلیر بسازیم. این قسمت کلیک میکنیم. یه اسمی میذاریم. حالا ما مثلا چی میذاریم؟ زیاد اسم گذاری، فقط نباید شبیه هم باشه. حالا اینجا که شبیه هم نمیشه ولی خب در کل نباید شبیه هم بشه.
خب اینجا دوباره میاد تو قسمت متغیر. اینجا یه سری کدایی میگم که حالا باید خودتون اضافه کنید که حالا خود پروژه برنامه‌ام تو کانال میذارم که اونجا میتونید کدا رو کپی کنید و برای برنامه که میخواید استفاده کنید کپی کنید. اینجا یه استرینگ میسازیم، اسمشو مثلا میذاریم لینک. خب اینجا میایم کلیک میکنیم، میگیم آقا این کدا رو بگیر، اینجا لینک می‌نویسیم. خب بعد از اینکه اینو ساختیم رو قسمت اپراتور میایم. حالا باید اینجا یه کد دستی رو وارد کنیم که بهتون میگم که این کد رو میزنید. اینجا اسم اون استرینگی ساختیم ما اسمش لینک ساختیم، گوشی چیزی میساختیم گیر نده بعدن. و اون جزئی که ساختیم اسمش چی بوده؟ قسمت شروع جی بوده. خب میایم این ویا رو تبدیل به جی میکنیم. حالا شاید خودم مرولوکش رو ساختم دیگه نیاز نبود دستیواری کنیم، همون مثل این بزنید اینجا نشون بده دیگه نمیخواد دستیواری کنیم. روی این میزنیم. فقط قبلش باید بریم تو قسمت کنترل یه ترای یا همون تلاش بدیم که تا برنامهتون اجرا کنه ارور نده بهمون. خب این الان تقریبا دیگه تمومه. حالا باید بیایم این قسمت این دکمه روی همین آن کلیک میکنیم. اینجا دوباره از ایف یا همون اگر استفاده میکنیم که میگیم چی؟ میگیم در حال پخش میذاریم. اینجا دو حالت دیگه، اولیه درست، دومیه غلط. اینجا نوشته اگر نه اگر. اولیه یعنی در حال پخش، دومیه یعنی در حال پخش نیست. خب اگه در حال پخش بود اگه زد روش کلیک کرد به مکس کن، اگه نه در حال شروع نبود زد روش بیا شروع کن. اینجا هم باید فقط تصاویرش رو عوض کنیم که حالت پلی و مکس الان تصویرش بیاد. تنظیم عکس رو میذاریم، این هم همینطور. فکر کنیم ایمیج ویو 1 بودش رو نگاه میکنیم. خب میگیم اگه در حال پخش بود خب مکس کن اینو بذار، اگه نه در حال پخش نبود خب وقتی زده باید تغییر بدیم. باید نگاه کنیم ایمیج ویو 1. آره ایمیج ویو 1. خب این هم الان ساختیم. حالا باید این سیک بارمون رو بیاریم مطابق با اون آهنگ که داره میخونه جلو بره یا دست بزنیم روش عقب جلو بشه. بیاین تو قسمت بذار اول اینا رو بگم. تو قسمت رویداد میای، اینجا اون استاپ است که میگه که مثلا استاپ شد چیکار کنه، استارت شد چی بشه که الان بهتون میگم. این قسمت کلیک میکنیم. خب تو این قسمت اولین کاری که باید بکنیم میایم این قسمت روی درست غلطی که باید یه دونه باید درست غلط بسازیم. حالا اسمشو دی میذاریم. شما میتونید تو اسمگذاری بهتر باشه چون این فقط یه آموزشه. من اینجوری اسمای سرسری میذارم. حالا مثلا شما چون برنامه وقت خیلی زیادتر دیگه بشه سخت میشه اسم تشخیص داد. اینجوری رو غلط میذاریم. دوباره میریم تو قسمت کنترل ایف یا همون اگر رو میذاریم، جز میریم رو قسمت در حال پخش هست میریم، اینم انتخاب میکنیم. اگه در حال پخش بود که خب هیچی، اگه در حال پخش نبود روی شروع میزنیم بزنیم. خب حالا میایم دومی آن استارت. اینجا فقط باید این رو انجام بدیم به حالت ترو یا همون درست بذاریم. این از این میایم حالا این قسمت که تنظیم کنیم بر اساس اون بره جلو. یه وقتی مثلا اون کاربر یا همون کسی که برنامه ما رو نصب کرده روی سیک بار اون نوار رو چپ و راست کرد، آهنگم به همون میزان چپ و راست بشه. یه واضح تر از این نمیشه. روی کنترل میزنیم.
در حال پخش میریم. اینجا به دنباله رو میذاریم، برای هر دوتاش هم مکس میذاریم. اینا هم که ایناشو فعال میکنیم. توی این قسمت هم اینو میذاریم. فقط یه چیزی یادم رفت، توی کنترل باید این ایف رو بذاریم. این تو قسمت متغیر این دی هم میذاریم اینجا. خب حالا تقریبا اصل کار دیگه از اینجا شروع میشه. فقط یه نکته که یادم رفت بهتون بگم اینه که ما دوباره باید تو قسمت متغیر دوباره درست غلط بسازیم. اسمش هم آر میذاریم و میایم توی این قسمت آر میگیم فالس باشه، غلط باشه. حالا چرا الان بهتون میگم. خب اینو ما آر رو میذاریم غلط. ببینید خب وقتی کارا برای اولین بار وارد این صفحه میشه، اگر روی دکمه پلی کلیک کنه، خب قاعده این بود که باید روی این بزنه و آهنگ روی یکی از آیتم‌های لیسیو بزنه و شروع کنه به پخش آهنگ دیگه. ولی خب وقتی این بزنه هنوز دیتایی نداره، برنامه کراش میکنه میپره بیرون. خب برای اینکه اتفاق نیفته توی قسمت لیسیو میایم، رویداد این قسمت میایم. وقتی که اومدیم توی این قسمت دوباره میایم قسمت متغیر، اینجا اینو عبارت درستی همون تو رو میذاریم. خب حالا باید بریم رو دکمه پلی کلیک کنیم، اینجا یه دونه ایف بذاریم، همون اگر که بگیم اگر درست بود این کد ها رو اجرا بود، اگر درست نبود خب اجرا نکن. این چیه؟ یه قسمت متغیر آ رو بذار. خب الان این هم انجام دادیم. دوباره میریم داخل وارد این صفحه میشیم. الان باید اون زمانی که داره آهنگ میخونه رو با سیکباری هی کنیم و اون دوتا تکستیو، اون مدت زمان آهنگ و اون مدت زمان آهنگی داره می جلو رو تنظیم کنیم و تقریبا تمام بشه. خب وقتی که وارد این قسمت شدیم میایم تو قسمت جز. اینجا باید چند تا بخش رو اضافه کنیم. یکی اینه، حالا هر اسم گذاشتید زیاد فرق نمیکنه. اینجا یه تایمر هم اضافه میکنیم. اینجا ما اسمش تایمر میذاریم. این چی؟ خب حالا این بخش رو که ساختیم باید بریم تو قسمت کنترل ایف یا همون اگر بسازیم. بریم دوباره تو قسمت جز اینه از این تکرار شونده ها میبریم. اینجا رو میبریم 500. اینجا اون ثانیه 500 میلی ثانیه است. هر 1000 ثانیه 1 ثانیه. 500 میلی ثانیه میشه اون نصفش. میایم تو قسمت متغیر. اینجا اینو آر میذاریم که اگه شروع به خوندن کرد، یعنی زد روی اون آیتم لیست ویو شروع کنه این داده ها رو اجرا کنه. میایم تو قسمت نمایش. ما باید یه دونه اون اندازه تایم، یعنی اون مدت زمان آهنگ و اون آهنگی که داره اون روی اون میزان، ما اینجا یه دونه تکست میذاریم که برای اون مدت زمان آهنگ باشه و یه دونه تنظیمات پیشرفته و تنظیمات حداکثر برای اون نوار سیکبارمون. خب اینا رو میذاریم. بعد با دو تا بذاریم، یه دونه شماره اون زمان آهنگ، یه دونه اون مدت زمانی که آهنگ خونده شده یا حرکت کرده رفته جلو. میاریم تو قسمت جز. اینجا یه دونه از اینا میذاریم. دوباره این رو انتخاب میکنیم. اینجا روی 400 میذاریم، یکم از قبلیه کمتر. خب حالا این یه دونه از این
میدونم از اینجا هم یه دونه این، یه دونه این. خب این میشه تکست ویو 1. سمت چپی تکست ویو 1 بود. آخر سر یه نگاهی میندازی. اینم میذاریم تکست ویو 2. خب حالا میریم پایین، نه بالا، اینجا این قسمت بلوک اینا رو میذاریم داخلش. اینم میاریم میذاریم برای متن. خب حالا باید بریم اینجاست. این بلوک هم اینجا قرار میدیم. فقط دقت کنی که جاری و با آهنگ اشتباه نگیرید. آهنگ بیرون از این تایمر است، جاری مال داخل این تایمر است. این فرمت ها رو هم میذاریم، یعنی دقیقه و ثانیه، یعنی اون دقیقه و ثانیه اون آهنگو به ما تحویل بده و داخل تکستی رو نمایش بده. اینجا SS. برای تنظیمات حداکثر و اینا باید اینجا دوباره همین آهنگ، اینم دریافت مدت زمانه وایسا، نه این اینجا باید جاری باشه. خب این قسمت هم تقریبا تموم شد. فقط یه بخشی میمونه که وقتی برای اولین بار روی آیتم کلیک کنه اون دکمه پلی ما دیگه از حالت پلی در بیاد. برای این کارم دوباره میریم اینجا، این قسمت یه دونه ایف یا اگر میذاریم و میذاریم که اگه در حال پخش بود تصویر چی باشه، اگه در حال پخش نبود تصویر چی باشه. که اینجا میایم تنظیم عکس میزنیم، دکمه پلی. اینجا میگیم اگه در حال پخش بود که خب این حالت باشه، اگه در حال پخش نبود این حالت باشه. خب چیز دیگه این نمیمونه، بریم برای اجرای برنامه. چیزی هم که یادم اومد، اون مثلا میبینی اینترنت شاید مثلا مال کاربر روشن نباشه. خب میتونیم بریم تو این قسمتی که آن ارور اینو میزنیم، روی قسمت جزء میریم یه پیغام میذاریم و دومیه رو میزنیم. حالا بر ما چون یه آموزشی میتونیم اولیه رو بذاریم چون فعالیت پایانی اون صفحه پایان پیدا میکنه، ولی اینی که ما گذاشتیم کلا برنامه رو میبریم. اینجا میگیم که لطفاً به اینترنت متصل شوید. خب حالا اینجا رو چک کنم ببینم ایراد دیگه نداریم. اوه یادم رفت. خب میریم تو قسمت اپراتور. اینجا باید یه کد دیگه هم وارد میکردیم، اینجا باید قشنگ وارد کنیم. اینم پیست میکنیم جای این ویا، اسم اون مدیا پلیری که ساختیم رو وارد میکنیم. اینو دارم میگم، اینجا که جی گذاشتیم اینو وارد میکنیم. آره بریم برای اجرای برنامه. خب برنامه رو باز کنیم. این آیتم اومد، این قسمت هم که کلیک میکنیم ارور نمیده. همونطور که میبینید این دکمه کار کرد. این هم از این آموزش. حالا نوع دومش هم قرار انجام بدیم، یه خورده پیشرفته تر که حالا تکرار داشته باشیم، این دکمه های بغل هم راه بندازیم. اگه از این آموزش خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید که به زودی آموزش های خیلی خفن تری قراره بذاریم.